وقتی عیسی ده قایق پیاده بی جمعیت زیادی ندی و دلش و حال ونو سوخت و مریضیاشون شفا ده. نزدیک ایواره شاگردیا اومان و تشو گوتن ای چه جا پرتیه و دیر وقتم هی مردم رایی کو تا و دیاتیا اطراف رن و سی خوش و خوراک بخرن. اما عیسی و اونو گوت لازم نی مردم رن، شما خودتو و ونو خوراک بید. شاگردیا گوتن ویچه چی جز 5 نون و 2 ماهی ناریم. عیسی گوت و نون و تمه بیارید. بعد و مردم گوت که ریس و زلونیا بنشینن. او سه 5 نون و 2 ماهی نگرید و آسمو چشدوخت برکت ده. بعد نونیان کت کرد و شاگردیا ده و اونو هم و مردم ده. همه هر دنو سیر بیین و ده 18 یا باقی منه 12 تیجه پر بی. تعداد کسانی که هر دن به جز زنیا و بچو 5000 پیا بی. عیسی جلدی هد او حال که مردمن مرخص میکرد شاگردیان وادار کرد سوار قایق بوان ور از عیسی وولان دریا رن. عیسی وقتی مردم مرخص کرد خوش و کورت تا ده تنیایی دعا بکن. وقتی که شوبی عیسی ده کور تنیابی. دی موقع قایق ده ساحل خیلی دیر بی و موجیا سخت به قایق میزن. یک باد خلاف جهت قایق میومد. نزدیک ساعت 4 صبح عیسی ده حالی که ری او قدم میزه والا اونو رد. وقتی شاگردیا اون ده حال رارته ده ری او دین زرچلاغ بین و قارنن گوتن یه روه. اما عیسی جلدی و اونو گوت دل داشتوید منم زرطلاق نوید. پتروس جوده آقا ارخوتی و ما دستور به تا ما امری اوته چو بیام. عیسی گوت بیا. اوسه پتروس دقایق اما و ها رو ری او والا عیسی و را افتاد. اما وقتی شدت باد دی وحشت کرد. ده حالی که داشت من او غرق میبی قارن آقا نجاتم به. عیسی جلدی دست خوش دراز کرد و اونه گرید و گفت ای کم ایمان سی چه شک کردی؟ وقتی و قایق امان باد گفتی و نونی که ده قایق بیان عیسی سجده کردن گفتن و راستی که تو کر خدایی.